سلام بچه ها، خسته نباشید. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. عزیز شهبخشم اومدیم با قسمت جدید پادکست لونه با یه مهمون درجه یک و خفن. امیدوارم که این قسمت هم ببینید و کلی اطلاعات خوبی ازش به دست بیارید و بریم بیایم تا مهمونمون رو خیلی سریع معرفی بکنیم. خیلی مخلصیم. خب بچه ها خسته نباشیم، برگشتیم با مهمون عزیزمون، یه مهمون خفن درجه یک و کار درست که اصلا خیلی وقتا من کلی چیز جدید ازش یاد گرفتم و توی اخلاقم که ماشاءالله درجه یک و نسبت به یه سری دوستان که یه خورده حاشیه‌شو زیاد بکنم که یه خورده سطح کارشون میره بالا و اصلا جوابگو نیستن، به نظر من یکی از کسایی بوده که به همیشه خداییش با چجوری بگم با تمام وجودش جواب همه رو میده. مهمون امشبمونم کسی نیست جز علیرضا جان عزیز. خیلی خوش اومدی علیرضا جان، در خدمتیم. چاکرتون، فدات بشم. خوبی؟ چطوری عزیز؟ حالت خوبه؟ خیلی مخلصم. سلام روی گل ماه شما و تمام بیننده ها و شنونده های این پادکست. شما لطف داری من تو صحبت ها چیزایی که گفتی قطعا لطف شماست و اینجوری هم نیستش مطمئنا. اونقدر حالا چیزی که شما میگی اونجوری هم نیست. من مخلصم، در خدمت هستم عزیز. فدات بشم. علیرضا جان یه معرفی خیلی ریزی از خودت بکن و اینکه علیرضا خوشپیام چه رشته‌ای میخونده توی دانشگاه و از کجا به معماری علاقه‌مند شد یا به دنیای شبیه سازی اومد اصلا. یه توضیح در مورد این به من میدی؟ خب من علیرضا خوشپیامم، حالا تا اینجاشو که اکثرا میدونن. خدمت شما عرض کنم من رشته عمران خوندم. البته عمران هیچ علاقه‌ای نداشتم، علاقه هم کامپیوتر بود، ولی خب دیگه بالاخره خانواده ایرانی علاقه زیاد جایگاهی داخلش نداره، میدونی که. بازو رفتیم عمران. ولی خب در کنارش سعی کردم کار کامپیوتری هم ادامه بدم. من کار کامپیوتری که اون موقع می‌کردم عزیز بیشتر برنامه‌نویس بودم، من پروگرامر بودم، کد نویسی می‌کردم. بله. تو دنیای گرافیک وقتی وارد شدم بازم با 3D Max وارد نشدم، در افزار افتر افکتس وارد شدم. موشن گرافیک کار می‌کردم، جلوه ویژه، اینجور چیزا. ولی خب بعد از اینکه دیگه ازدواج کردم دیدم خب زندگی خرج داره و باید حس کردم، یه بررسی کردم، دیدم خب بازار کار شبیه سازی بد نیست. این چیزی که دارم بهت میگم واسه 10 سال پیشه. دیگه علاقه‌مند شدم، اومدم سمت کار نرم افزاری سبو 3D Max، شبیه سازی معماری. میگم قبلش کار وی اف ایکس اینا می‌کردم با افتر افکتس و اینجور چیزا، ولی دیگه اومدم سمت 3D Max وی و خب استارت زدم دیگه و خب خورد نمیدونم تا کجا تعریف کنم واسه. نه توضیح بده اینو. آره. توضیح بده دیگه اومدیم سمت چیز علاقه‌مند شدیم. خب من شهرستان زندگی می‌کردم، اونجا همون نرم افزار 3D Max اینا خب بازاری نداشت، چیزی که همین الان خیلی از بچه‌ها به من میگن. خب خیلی بخش قابل توجه از آرتیستای ما تو شهرستانن و خب یه حقیقتی وجود داره، شهرستان‌ها بازار کار خوبی وجود نداره. خب من اینا همونا بودم اون موقع و خب به این نتیجه رسیدم جنبا خیلی تلاش کردم، خیلی واقعا جنگیدم ولی تاشم نمیشه. خب گفتم مهاجرت کردم تهران. بعد خب موقعم خب یه حقیقتی وجود داره، من سطح کارم این الان نبود قاعدتا 10 سال پیش. سطح کارم خیلی پایین بود، مخصوصا که تازه استارت زده بودم بحث شبیه سازی معماری رو. اومدم یه کابینت سازی جنوب تهران بود، چند جا رفتم واسه مصاحبه و خب قاعدتا وقتی بلد نباشی قبول نمیشی دیگه. میگم تخصصم افتر افکتس بود، انیمیشن اون موقع میساختم انیمیشن تو افتر افکتس، ولی خب 3D Max متاسفانه زیاد تخصص خاصی نداشتم. حالا خلاصه یه کابینت سازی ما رو اوکی کرد که بریم اونجا کار کنیم. میرفتم میومدم. چیزام جالبه، بذار برات بگم چجوری میرفتم میومدم ها، بد نیست. آره کلا چون خیلی بچه‌ها به من داخل مسیر تو می‌خوام میگن ما سخت کار، مثلا استاد مثلا میگیم ما چه میدونم هر روز صبح بعد یه ساعت سوار اتوبوس بشیم، خسته شدم از این زندگی. بذار یه چیز خودم من بگم، اون شاید بد نباشه واسه بچه‌ها انگیزشه. همونطوری که گفتم من شهرستان زندگی می‌کردم و خب کاری که پیدا کردم جنوب تهران بود.
عزیز من هر روز تقریبا 3:30 صبح حرکت میکردم به سمت تهران 4 ساعت تا برسم محل کارم. بعد از ظهر که کارم تموم میشد دوباره 4 ساعت از تهران تا شهرستان. این پروسه‌ای بود که 3 ماه طول کشید. اصلا همین که تو انقدر واقعا همت کردی، انقدر واقعا 8 ساعت مسیر 8 ساعت هر روز. من واقعا اگه من بودم من انجام نمیدادم. روک بگم من آدمی هستم روزی 8 ساعت این مسیر رو برم بیام، خیلی طاقت فرسا، تا به اصطلاح مثلا برم به محل کارم برسم. خیلی سخت، خیلی سخت. من بعداً اون جایی که کار میکردم رئیسش بهم گفت تو اولش اومدی ما می‌خواستیم دکت کنیم، حالا خیلی مثلا سیریش بودی به قول معروف، چون بلد نبودم دیگه، تخصص نداشتم. بعد گفت دیدیم یه هفته گذشت و هر روز داری این مسیر رو میری میای. گفتیم خب این انقدر پیگیره 100% کارم یاد میگیره دیگه. میگم حالا این پروسه 3 ماه تقریبا طول کشید تا بعدش دیگه استخدام شدم اونجا. و خب میگم بازم خیلی بلد نبودم من، مثلا حالا بچه‌ای که داخل سعودی آشپزخونه کابینت کار می‌کنن این سه قلق داره، بلد نبودم. بعد از ترس اینکه خب مثلا طرف بیرونم نکنه یادم تو گوشی موبایلم تو مسیری که میرفتم، میگم یه تایم زیادی تو راه بودم، یه بخشش با مترو میرفتم، یه بخشش با اتوبوس، یه بخشش مثلا چه میدونم با انواع مسیرها مثلا میرفتم این مسیرو. توی مسیر داخل گوشیم تکنیکای رندرینگ و مدلینگ رو یاد میگرفتم عزیز. یعنی صرف چیز بحث نیست واسه بچه‌ها، همیشه میگم فقط من پشت کار دارم فلان دارم مثلا بهشون میخوایم انگیزه بدیم، یادگیری هم خیلی مهمه. شما هر روز باید در حال یادگیری باشید. من همون 10 سال پیش که میگم داخل اتوبوس و مترو تو مسیر نشستم یاد میگرفتم، در هر روز در حال یادگیری بودم تا همین الان که آخرین روز 2023 هم هستش دیگه 31 دسامبر. تا همین امروز هم من صبح در حال آموزش خوندن بودم. یعنی شما لحظه‌ای که بگی من پرفکتم و دیگه نیازی به آموزش ندارم، اون روز مرگ بیزینسته. این حقیقته. این واقعا هم همینه. یعنی اگه بخوایم ادعا بکنیم که ما تموم دیگه الان همه چی بلدیم، به نظر من دیگه باید کلا اون کارو بذاری کنار. چون حالا یه سریا میگن مثل این زبان فراره باید بخونی تا فراموش نکنی. دقیقاً کار ما یه چیزیه که باید همیشه خودمون رو آپدیت بکنیم دیگه. نمیشه که یه جا وایسیم. هر روزم که ماشاءالله میبینی دیگه همه چیز پیشرفته تر میشه، همه پیشرفته، بعد رقابت خیلی داره سنگین‌تر میشه، چیزهای جدیدتر میاد. آره. خب علیرضا جان به ما بگو که علیرضا اومد و ریسک کرد و بالاخره به خاطر شرایطی که پیش اومده بود اومد یه ریسک کرد و کارش رو عوض کرد. اولا به من بگو که توی انتخابی که کردی خانواده چقدر یعنی حمایتت کردن؟ اگه حمایت کردن بگو، اگه حمایت هم نکردن و جلوت وایسادن هم بگو. خب هم به چیز اصلا هر چی که بوده از سختی مسیره بگو و اینکه چی جوری خودتو بهشون ثابت کردی، این مهمه. خب بذار تراژدی میشه اینجاش، غمگین میشه، انسان نداشتم بپرسی اینا رو، ولی خب بذار بگم ها دیگه. آره باید بگی، چون ببین کلن یه چیزی هست که میخوایم به بچه ها بگیم واقعا. آره اینجوری نیست که همه فکر میکنن که یه روزه همه میان و چیز خیلی سخته واقعا. آره بگو خیلی به نظر قطعا انگیزه میشه واسه بقیه. خب من اصلا خانواده ایدئالی نداشتم، این چیزی نبودی که من بهشون افتخار کنم حقیقت، و همیشه محدودم کردن. همیشه من رشته‌مو نذاشتن رشته‌ای که علاقه دارم برم، ولی من خودم همزمان گفتم کامپیوتر خیلی علاقه داشتم. یادمه من با وجودی که رفتم رشته عمران تو مسابقات کامپیوتر رفتم شرکت کردم برنامه‌نویسی و خب واسه مسابقات غرب آسیا قطر انتخاب شدم. بعد خیلی خیلی عجیبی بودش. بعد ریاکت خانواده‌ام خیلی افتضاح بود عزیز، که بچسب درست هم عمران رو بخون، نه تشویقی نه آفرینی نه چیزی. اصلا حامی من نبودن، اصلا همیشه اصلا مبارزه میکردم با کامپیوتر، حق نداری کار کنی. ذره خیلی تلخه
اتفاقات تلخ زندگیم داره میاد. خیلی سوال واقعا انتظار درکت همه چی میکنم. داشتم، سوالای فنی اینو انتظار نداشتم بخوای بگی. من واقعا 10 سال درکت پیش ازدواج میکنم. کردم به اصرار خانواده‌ام. بعد از اینکه ازدواج کردیم خب خانواده شروع کردن آزار و اذیت که بعد جدا شی از خانواده خیلی بی دلیل. من اتفاق خوب زندگیم 10 سال پیش آشنایی با همسرم بود. علیرغم اینکه نه من قصد ازدواج داشتم نه همسرم قصد ازدواج داشت. ولی بزرگترین خوبترین اتفاق زندگیم همون بودش. یه حامی. بعد از اینکه میگم خانومم حامی من شد. خانواده‌ام بعد از اون اتفاق که اصرار کردم بعد جدا شی، نه حالا بعد از اون خانم ناراحت میشه میگه چرا این رو داری تعریف میکنی. خانواده من طرد کردن عزیز، طرد کردن. یعنی من موندم و یه جیب خالی و یه فردی که تو زندگیم خیلی بهم کمک کرد، همسرم. فکر کن مثلا 10 سال پیش بود، علیرضا خوشبرم 1000 تومانی تو جیبش نداره، هیچی نداره، هیچی. و باید بجنگه. همون بود که شاید اون 8 ساعتی که بهت گفتم تو راه میرفتم هر روز همون بودش. و ببین دهنت سرویس این مشکل برای این مشکل واقعا برای تو، یعنی واقعا شاید برای تو حالا یه جور خیلی خاصی رقم خورده ولی برای هممون هست. یعنی به خدا شاید باورت نشه، من خیلی زیاد از این پیام‌ها تو اینستاگرام به من میدن که خانواده‌مون مخالفه، خانواده‌مون اینجوریه و نمیدونم تهش خانواده میخوام چرا آدمو به یه سمتی ببرن که آقا اصلا دوست نداریم بریم به اون سمت و تهش میشه این که نصفی از عمرمون رو هدر میدیم و به هیچی نمیرسیم و باید حالا مثلا توی سن خیلی بالاتر اگه تونستیم و حوصله‌شو داشتیم دوباره برگردیم و کارمون رو شروع بکنیم. و دقیقاً این اتفاقی که برای تو افتاده میگم برای منم افتاد و این باعث شد که من 8 سال از زندگی خودم رو صرف یه چیز بیخودی بکنم که علاقه نداشتم و اگه من اون 8 سال رو صرف تمرکز کردم و آموزش دیدن میکردم الان به نظر من یکی از خفن‌ترین استادای، شاید چون من خودم تدریس رو خیلی دوست دارم شاید منم یکی از خفن‌ترینای مثلا بخش CG میشدم. ولی خب یه سری تایما واقعا خیلی اذیت میکنن خانواده ها. حالا به من اینو بگو فیلم چی بود؟ فیلم سینمایی برادران لیلا بود. خانواده خوبش خوبه ولی خب ما که خوب نداشتیم خیلی سخت بود. و این یه چیزیه که ببین تیپیکال خانواده ایرانیه قبول کن که همه باش دست و پنجه نرم کنن. اینو به من بگو که علیرضا با تمام این اتفاقات تلخی که براش افتاد چقدر ناامید شدی و چجوری با اون ناامیدیه به کنار اومدی؟ یعنی اینو به من بگو، چون شرایط سخت، ازدواج کردی، هیچ کس از خانوادت نیست، تک و تنها، یه آدمی که تنهاست و نمیتونه دستشو جلوی هر کسی دراز بکنه. همه فامیل به من دست رد زدن عزیز، شاید باورت نشه اون تایم همه، یعنی فقط من موندم یه نفر، یعنی هیچ کس دیگه جواب تلفنم هم حتی نمیداد در این حد حس تنهایی. ببین نمیدونم فیلم سندمن رو دیدی یا نه؟ شبکه نتفلیکس پخش میکردش، یه بخشی بودش یه دیالوگ بودش، حالت مبارزه دیالوگی بودش بین شیطان با انسان. این میگفت من این چیز قدرتمند رو میکنم، شیطان میگفت من با این وسیله نابودش میکنم، این میگفت من با این ابزار نابودش میکنم. تهش که به نابودی مطلق جهان رسی، انسان گفت من امید دارم. خیلی قشنگ بود. ببین امید انسان رو نجات میده، یعنی شما تو سخت‌ترین شرایط اگر امید داشته باشی موفق میشی. میگم من روزگاری که حالا گذروندم تو این پروسه 10 ساله خیلی روزگار سختی بود، خیلی عزیز، اصلا باورت نمیشه. من توی اون روزایی که تو اون کارگاه MDF کار میکردم به اسم شبیه ساز من استخدام شدم، ولی به من برای اینکه فشار کاری بیارن بار MDF کامیون گفتن باید خالی کنی، گفتم با من شبیه سازم گفتم باید خالی کنی. خیلی فراد، مثلا پذیرایی که از مهمون چایی بیا، حتی ظرف بشور، جارو کن، چیزایی بود که فشاری بود که می آوردن، ولی خب کم نمی آوردم. به قول
حمید میگفت گیواب نمیشدیم، گیواب دیگه درست گفتم، نباید کم آورد، نباید بگیم من باختم. اگه بگیم باختم دیگه تمومه، باید بجنگیم. خیلی مهمه که بجنگیم. میگم اون روزا رو من گذروندم، حالا اون یه بخشش بود، حالا تا پروسه‌ای که به الان رسیدم هنوزم در حال جنگم. ببین زندگی راحت، زندگی کارمندی، حتی همونم سخته. اصلا زندگی سخته. شما حالا این یه داستان منه، این ما به تعداد انسان‌هایی که روی کره زمین وجود داره داستان وجود داره عزیز. من خیلی از بچه‌ها بهم میگن مثلا ما اینجوری، ما این هر کدوم نمیگم مثلا الان علیرضا خوشفهمیم او چه مثلا سختی کشیده بچه چه فلان. خب منم سختی کشیدم، مثلا دیده یکی دیگه دارم میگم منم اینجوری بوده واسه من، شرایط منم اینجوری، من اصلا همچین چیزی ندارم. هر کسی داستان زندگی سختی خودش داره. خیلی هم هستن توی مسیر میجنگن، خب به نتیجه میرسن. خیلی اصلا میجنگن، بنده خود به نتیجه اونا نمیرسن. خیلی اصلا نمیجنگن و خب آره این حالا داستانی که بحث جنگیدنه. حالا خدا رو شکر تا الان سرپا وایسادم. واقعا فشار نتونسته. خدا رو شکر. و اینکه این یعنی واقعا خودم هم یه جوری شدم. خیلی سخته، واقعا خیلی سخته، واقعا شرایط سخته بوده. اینو من بگم که علیرضا از کجا دیده شد، یعنی نقطه عطف علیرضا رو تو کجا میبینی؟ از کجا استارت اون جرقه استارت کارت خورد و همه چی رو غلطک افتاد؟ در مورد اینم یه توضیح بده که ببینیم چجوری اصلا علیرضا اومد بالا، کاراش دیده شد، اصلا کیفیت کارش رفت بالا. اینا رو هم توضیح بده. و اگر این وسط آدم تاثیرگذاری هم توی مسیرت بوده و میتونی اسم ببری خیلی راحت، اصلا مشکلی هم نیست. خب ببین من همون موقع که میگم حالا اومدم تهران داخل کارگاه کار میکردم، آدم قانعی نبودم هیچ وقت عزیزم. همیشه دوست داشتم بهتر بشم. یادم همون موقع چند ماه بعد گفتم من باید کار آزاد بگیرم، با این وضعیت زندگی نمیچرخه مثلا. بعد اولین کار آزادم رو یادم اون موقع گرفتم. اون موقع مثلا چه میدونم شاتی مثلا 60,000 تومان این قیمت ها بودش. یه نه کابینت من زدم، به حدی افتضاح این کار در اومد، طرف 30,000 تومان داد، گفت دیگه هم باید کار نمیکنم. خیلی هم بد شد. ببین خیلی چیز افتضاحی تحویل دادم. آره و خب فهمیدم بس باید کیفیت کار ببرم بالا. از همون روز هر روز رو کیفیت کارم کار کردم. یادمه مثلا گفتی کسی که تاثیرگذار باشه. ببین من موقع کابینت میزدم، طراحی کابینت انجام میدادم، سعی میکردم کیفیتم هر روز ببرم بالا، ولی خب در حد لوکال بود. یعنی مثلا در حد ته چند تا همکاری که مثلا تو اون شرکت بودن بهم کار میدادن. دیدم کوتاه بود. یه حقیقته. خیلی‌ها این مسئله رو دارن، دیدشون کوتاست. مثلا طرف کارش میگه کار من خیلی خوبه، که مثلا تو مثلا دانشگاه همه میگن خیلی خوبه، یا مثلا فامیلا همه میگن خیلی خوبی. دیدت قراره تا کجا باشه گسترش بدی. اون موقع یادم یه سخنرانی گوش دادم، یادم نیستش مال کی بودش، نمیدونم، حس میکنم مربوط به گروه آزیموت بود. حالا خیلی گروه مثلا پکیجشونش اصلا مورد تایید من نیست، کسی نره بگیره. مثلا یه بخشی بود سخنرانی انگیزشی بودش که خیلی جا اون نقطه تحول من بود عزیز، که گفتش که داشت تعریف میکرد، روایت میکردش که خودش مثلا میگفتش یه مدرس بودش، اون فرد اسمش یادم نمیاد متاسفانه، که مثلا داخل میگم من میرفتم خیلی وضع مالیمون خراب بود، مثلا نمیدونم مثلا پول خوب در نمی آوردم، کم بود، اون طرف میگفتم که مثلا آره. بعد میرفتم مثلا بالا شهر تدریس میکردم، دیدم یارو عجب خونه‌ای داره، عجب زندگی داره، چرا پس محله ما اینقدر داغونه، چرا من اینجوری زندگی میکنم فلان. دیدم و گسترش دادم، گفتم منم باید برم زیاد درآمد کسب کنم. چه جوری؟ باید ببینم اونایی که این نکته خیلی مهمه، بچه‌ها حتما گوش بدن، چون قطعا تنبلیشون میاد برن اون سخنرانی انگیزشی. این چکیده اون قسمت رو بچه‌ها خیلی دقت کنن. اگر میخواید پول درآمدتون زیاد شه، برسین به اون پولدارا، برین ببینین پولدارا چه نیازی دارن، برای چی هزینه میکنن، چی میخوان، و خودتون ممکنه بگین خب اون چیزی که مثلا این پولدار میخواد من که نمیتونم ارائه بدم. خب یاد بگیر عزیز من، یاد بگیر. ممکنه بگی خب من بیکار نیستم، الاف نیستم که بشینم مثلا آموزش بخونم، خرج زندگی دارم.
خب منم خرج داشتم، من اجاره میدادم، من تازه هیچ حمایتی نداشتم. خیلی سخت بود به اون حقوق کم، بدون هیچ پولی. خود اجاره خونه 90% حقوق منو میخوردش. ولی آموزش رو یاد میگرفتم، شده شبا تا صبح نشستم آموزش میخوندم که ببینم چیزی که پولدارا میخوان چیه. اون موقع من کابینت میزدم، فهمیدم آقا نرخ مثلا سه‌بعدی کابینت همینه. کسی که خوب پول میده مثلا یه ویلا داره، یه مثلا اینتریور کامل، اصلا نمیدونستم اون موقع مثلا حتی مثلا چه میدونم هال پذیرایی، لیوینگ روم، داینینگ روم، اینا هم مثلا میشه سه نمیدونستم. دنیام کوچیک بود، دیدم کوچیک بودش. فهمیدم آره اینجوری هم هستش، شما مثلا میتونی اکستریور بزنی فلان، اصلا شبکه‌های اجتماعی وجود داره، گروه‌های تلگرامی وجود داره، گروه‌های فیسبوکی وجود داره. خیلی کمکم کرد. رفتم تو گروه عضو شدم، مثلا تبلیغات کردم، مارکتینگ کردم، شروع کردم کار گرفتن. بعد خب میدیدم کارا بهتر از منم هست، مقایسه می‌کردم. فکر می‌کردم هر لحظه فکر می‌کنم کارش خوبه دیگه. شروع کردم بقیه آرتیست‌ها رو شناختن، مثلا فلانی کارش خوبه، مثلا این چه کارش خوبه، منم پس کارم ببرم بالا دیگه، میتونم دیگه، اونم یه انسانه دیگه، اون که مثلا فضا نمیاد داره همچین کیفیت کاری میزنه، جادو نمیکنه که، پس منم میتونم یاد بگیرم، فقط کافیه پشت کار داشته باشم و پیگیر باشم. همینجوری شد من کیفیت کارم بردم بالا. اولش میگم تو گروه تلگرامی چند تا کار فلان، هی معروف‌تر شدم تا اونجایش رسید که با انواع معمارای ایرانی دیگه همه منو میشناختن دیگه کار آزاد میگرفتم دیگه. شرکتم میگم از اونجا 2-3 مرحله شرکت‌های مختلف در اومدم، هی رفتم شرکت بهتر دیگه. آخرین شرکتی که بودم که کار خوب میگرفتم داخل ایران. بعد همون موقع بودش که دیگه خورد به کرونا، تایم کرونا بودش. بعد دیگه شرکتمون گفت فعلا تعطیل، تصمیم گرفتم، اونم یه نقطه مهم تصمیم گیری زندگی بود که اونم باز خانومم گفتی مهمترین شخصیت تو زندگیت مثلا تاثیرگذار، قطعا همسرم، قطعا هر چی دارم مدیون اونم، واقعا حقیقتا میگم همون موقع بهم پیشنهاد دادش که استارت بزنیم، خودمون کار آزاد کنیم و با پسندازی که من داشتم و خانمم حالا یه مقدار حالا پسنداز کرده بود، پول رو هم گذاشتیم، یه سیستم گرفتیم که از امروز یه قراره آزاد کار کنم و شروع کردم آزاد کار کردن و خب هی کیفیت کار بردم. این میگم دقیقاً اون نقطه‌ای که کارت رفت بالا یه لحظه نبود عزیز، این دارم میگم یه پروسه بوده. آره. و تصمیم گرفتم که کار خارجی بگیرم. گفتم من که دیگه تو ایران همه منو میشناسن، راحت دارم کار میگیرم دیگه، چرا کار خارجی نگیرم؟ و اولین کاری که گرفتم عمان بود به نظرم. آره عمان بودش که آدم موقع با حمیدم مشورت کردم. حمید خیلی واقعا دمش گرم، خیلی به مشورت داد. آره خداییش خیلی پسر خوبیه. حمید از همینجا دوست دارم. آره اون کارو گرفتم و خب خیلی کارفرما خیلی راضی بود ازم. کار خیلی سنگینی هم بود. یه کار فورس ماژور بود، طرف می‌خواست، یه عمارت بود، طراحی می‌خواستش، رندرینگ می‌خواستش، ولی تو 4 روز می‌خواست. میگفتش آرتیست قبلی که باش بسته بوده زده زیر کار، 4 روز دیگه ددلاینه. و خب با شناختی که از من داری 4 روز نخوابیدم، واقعا 4 روز نخوابیدم و کارو گرفتم و با هم تصفیه کرد. سر نقد کردنش هم خیلی داستان داشتیم. بچه‌ها خیلی من میگن مثلا چجوری درآمد دادن نقد کن. الان خیلی خوب شده، الان خیلی شرکت‌ها اومدن که تو نقد کردن کمک کنن. پوست کلمو کنده شد. و همون شرکتی که واسش کارو زدم بهم پیشنهاد جاب آفر دادش. گفتش پاشو بیا اینجا، من برات مثلا خونه میگیرم، نمیدونم ویزا میگیرم، بیل هواپیما میگیرم، همه چی فلان بیسار اینا. ولی دیگه باز با مشورتی که با حمید کردم تصمیم گرفتم که همین فریلنسری ادامه بدم. خب خیلی خوب شد. اولین کارم کار خارج گرفتم، بعد یه بحرین گرفتم، دوباره از عمان گرفتم، از دبی گرفتم. خیلی خوب بود. بعد کیفیت کار هر لحظه می‌بردم بالا. ها ببین چون شما تو کار میافتی همیشه کارفرما ازت ناراضیه. این چرا کیفیتش اینجوریه؟ بابا خوبه به خدا. نه این بالاتر میخوام. خب میتونی بگی نه آقا من همینی کسب برو پی کارت مثلا. چی میفهمی من مثلا آرتیستم، برو بابا ببینیم بابا مثلا من با چند تا معمار کار کردم. میدونی من چه پیجای استوری کردم. بابا یارو میگه به من چه کیفیت کارت ایراد داره یا نه، این مشکل داره یا نه. چه خیلی مهمه عزیز، خودت هم میدونی. خیلی از ماها مثلا تو اینستاگرام تو این ور اون ور کار میذاریم، میبینیم چه کار قشنگیه، چه نور خاصی، ولی کاری که
مشتری میخواد اینجوری نیست بچه‌ها. اینا مستقیم با تویی که داری تو یوتیوب داری این ویدیو رو میبینی عزیزم، اصلا اینجوری نیست. طرف یه صحنه با نور افتضاح، با آبجکت‌های داغون، با جای دوربین مزخرف میگه یه رندر خوش کیفیت به من بدید. اینجوریه. دقیقاً خدا خیرت بده. واقعا اصلا الان دقیقاً همینجوری شده. میگه آقا من همینو میخوام، از سوی این برای من یه چیز خوب در باید خوب در میتونی بسم الله، نمیتونی خداحافظ. دقیقاً هم اونجوریه. اکثرا مثلا اتاقا من بخش جان شما داشتی صحبت می‌کردی، معذرت میخوام. بگو چیزی می‌خواستی بگی؟ آره من در رابطه با توضیح تکمیلی همین بحثو بگم. خب بگو صحبتاتو بکن تا مثلا همین اتاقو میگیم اینجوری. مثلا من دیدم اکثرا بچه‌ها اتاق خوابو در میارن، مثلا یه تخت خواب میذارن با یه پتو با تکای خیلی چروک که قشنگ میکنه کارو دیگه، سایه مثلا اصلا تو کار مخصوصا میگم مال سمت آمریکا، اروپا هم همینطوره، تازه کشور عربی هم من خیلی ندیدم، میگن باید صاف باشه. یعنی چی مسخره بازی پتو مثلا مچاله شده، ما می‌خوایم ارائه بدیم بعد اونو رندر می‌بینه افتضاح شده، چرا اینجوری شد؟ این خیلی مهمه. این نکته‌ای که میگم تو هر بعد خیلی عمیق یاد میگم تو کار دست بچه‌ها میاد، حالا خیلی نمیشه ایراد گرفتهشون، زمان میخواد، خیلی زمان میخواد، خیلی بعد وقت گذاشت. خب علیرضا جان اینو بهم بگو که چی باعث شده که علیرضا خوشپیام الان، یعنی الان خیلی خب تایم زیادی هم هست که تو این رشته داری فعالیت میکنی و این کار انجام میدی، چی شده که علیرضا خوشپیام همیشه جزء تاپا بوده و چی اونو نگه داشته اون بالا؟ به نظر خودت شخصت بگو آقا دلیل این که پروژه میگیری یک سره، حالا با کمپانی‌های خارجی کار میکنی، این که اصلا اینو که توضیح دادی به من بگو که چی کار بکنن بچه‌ها که هم کار بگیرن از خارج و هم کارفرما رو نگه دارن که نره جای دیگه، باز دوره بیا سراغ. خیلی مهم بود عزیز گفتی کارفرما رو نگه دارید. ببین من اولین کارفرمایی که باش کار کردم هنوز من پیام میده. من بعد اینکه با کشور عربی کار کردم همه‌شون با من کار میدادن، خودم گفتم میخوام پیشرفت کنم، برم سمت اروپا کار بگیرم، برم سمت آمریکا کار بگیرم. من اولین مشتری که از آمریکا گرفتم فکر کنم مثلا 3 سال پیش 4 سال، ببین هر هفته به من هنوز داره کار میده. یعنی من الان واقعا تایمم پره، واقعا مشتری جدید نمیتونم بگیرم. من تا آخر 2023 کامل بسته بودم. چی میشه اینا؟ نمیخوام بچه‌ها پیش خودشون چیز نکنن علیرضا خوشپیام چقدر مغروره ها، اصلا بحث اینا نیست دوستان. دارم میگم که این اخلاق تو کارم خیلی مهمه. ببین من خیلی بچه‌ها رو میشناسم متاسفانه میگم حالا چون هستیم چند سال داخل این صنعت هستیم دیگه، کارفرمای ایرانی میگم حالا من چند سال واقعا 3-4 سال کار نمی‌کنم، به خاطر اینکه میگم حالا تو برنامه‌ریزی که داشتم میخوام تایمی که میخوام بذارم خب قاعدتا میخوام درآمد بیشتری داشته باشم دیگه. ولی خب کارفرما ایرانی مثلا به عنوان مشاور اینا با هم در خدمتشون هست. آره که مثلا زنگ بزنن از من سوال بپرسن، راهنمایی بخواین، جور چیزا. خیلی هاشون میگن عزیز چهرهایی شاید حالا مثلا معروف میگن ما به این کار دادیم گن زده، بعد بی اخلاق بوده، وسطش مثلا فلان کرده، دبه کرده، اینجوری کرده، دیگه باهاش کار نمی‌کنیم. این که میگن که خیلی مثلا تو اینستاگرام معروفه یا مثلا تو فلان جا معروفه. این اخلاق خیلی مهمه. ببین کارفرما شما نمیتونی، من یادم اینو به نظرم مهدی عبداللهی میگم، من چون دوره‌ها هم هیچ چیز ترسی ندارم بگم، من واسه یادگیری خیلی هزینه کردم، همه دوره‌ها ایرانی خارجی همه رو خریدم. من شده مثلا یه هزینه خیلی هنگفتی کردم فقط یه 5 دقیقه یه چیزی یاد بگیرم، اصلا از این چیز ندارم. به بچه‌ام پیشنهاد نمی‌کنم شما همچین کاری کنید. من خیلی من خیلی پیام میدم، میگن من 10 میلیون 20 میلیون هزینه کردم طلای مثلا زن و بچه‌ام مثلا بفروشم که مثلا دوره بخرم. این اصلا تضمین نیست که شما یاد بگیری، یا اصلا این سری حرف من سوء برداشت نکنید، اشتباه نکنید که مثلا بگیم خب خوشبختم هزینه کرده یاد گرفته. نه یه بنده خدایی بود میگفت که شما میون حرف یه بنده خدایی بود که میشناسی قطعا، که اومده بود گفته بود که برین طلای خانواده‌تون و اینا رو بفروشیم بیایم پکیج بخریم و چیز بکنیم. به نظر من خیلی واقعا چی بگم، اصلا نمیتونه آدم چیزی بگه، کاملا کار اشتباهیه به نظر من. 100%. ببین شما اصلا اینکه پکیج خریدن اینا زمانی به درد میخوره که شما تو بازار کار باشی، داری کار میگیری.
اینو من بچه‌ها بگم. دقیقا. داری کار میکنی و میخوای کیفیت ببری بالا و مثلا ویدیو یوتیوب نه الان البته بگم البته میگم حالا همین الان چیزی که الان هست من مثلا کیفیت کارام یادم با هم کشور عربی کار میکنم یه روز گفتم آقا کارام میخوام ریست کنم خودم و ذهنمو هر چی یاد گرفتم بذارم که میخوام سطح کارامو ببرم بالا. عزیزون خیلی کمک کرد که مثلا بتونم وارد بازار کار آمریکا و اروپا بشم. هر چی تا الان یاد گرفته بودم و دیلیت کردم خودم از ابتدا شروع کردم یادگیری عمقی و مفهومی. این به این معنی نیستش که مثلا مدرسای داخلی بدن مزخرف یاد میدن که 90%شون واقعا مزخرف یاد میدن. یه سریاشون خوبن کاری ندارم نمیخوام بگم خیلی حرفه‌این مثلا فلانن ولی واقعا یه عددی نزدیک به 90%شون واقعا مزخرف یاد میدن به این تقریبا میشه گفت 100%شون نمیدونن چی به چیه. جان میگم که یه سری از بچه‌ها واقعا نمیدونن که چی به چیه و میرن متاسفانه و باهاشون کانکت میشن اصلا یه وضعیه. آره این هستش میگم تقریبا میشه گفت 100% مدرسای ما خب کار اجرایی ندارن. شما تا کار اجرایی نکرده باشی نمیتونی اجرایی یاد بدی درسته؟ حالا میگیم 10%شون به نرم افزار مسلطن باید نرم افزار یاد میگیرن بقیه‌اشو خودت بعد بری یاد بگیری اونم تو بازار کار. ولی خب 90%شون واقعا چرت و پرته بچه‌ها خیلی حواسشون باشه. خیلی این یه نکته خیلی مهم. چی رو داشتم میگفتم رسیدم به اینجا عزیزی راهنمایی کن. ببخشید وسط حرفتم پریدم. اینجا که چجوری یه چند مهدی عبداللهی می‌خواستم نقد کنم. بگو صحبت بکنی در مورد مهدی عبداللهی. یه سوالی پرسیدی گفتم یه چیزی من مهدی عبداللهی یاد گرفتم که اونو یادم اینجا بودی که گفتی که کلی هزینه کردم پک گرفتم تا نه قبلش اون اطلاعات خودم بیشتر بکنم و نمیدونم چی گفتی سخن دست در رفت سوال بعدی رو بپرس. پس میگی که مهمترین چیز توی این که کارفرمای خارجی رو نگه داره اخلاق خیلی مهمه و زمانبندی هم خیلی مهمه. کیفیت زمانبندی هم واقعا 100% ببین وگرنه بهت فشار میاد وگرنه کلاپس میشی. شما مثلا یا آدمی هستی که مثلا من خب این چیزو داشتم تجربه متاسفانه داشتم یه تایم مثلا گفتم منم سوپروایزرشم. خیلی بچه‌ها برای درآمد بیشتر مثلا میگن خودمون شبیه سازی نمی‌کنیم ما خب کانکشنای خیلی زیادی داریم سوپروایزری می‌کنیم کارو میگیریم بین چند تا پخش می‌کنیم مثلا و خودمون هم سوپروایزری می‌کنیم کارو چیز می‌کنیم. من متأسفانه اصلا تجربه خوبی تو این زمینه نداشتم عزیز. به هر کدوم از بچه‌هایی که تو هر زمینه خوب بودن دادن زمانبندی افتضاح کار تحویل نمیداد. آقا این مشکل شده من این واسم اتفاق چیزی پیش اومده نمیتونم بدم کار اینا هم بعد این باعث میشه که سری بعد من باش کار نکنم. این معضلیه که داریم. اکثر بچه‌ها شاید حالا میگم از بعد فنی قوی هستن و با یه کارفرما اینو خواستم یادم اومد مهدی عبداللهی اینو خواستم بگم که کار گرفتن چجوری مثلا تونستم چیز کنم. ببین من مهدی عبداللهی موقع ازش دوره چیزش هم گرفتم دوره قدیمشو که در رابطه با مارکتینگ بود. یه جمله قشنگ داشت دقیقاً همین بود. گفتش که ببین شما تو مارکتینگ ممکنه 6 ماه طول بکشه ایمیل مارکتینگ کنی اینستاگرام مارکتینگ کنی. توی این 6 ماه که هر روز مثلا ممکن داخل این 6 ماه مثلا میلیون نفر پورتفولیو رزومه و این چیزا بفرستی. ممکن توی این 6 ماه فقط یک کانکشن بتونی ایجاد کنی. فقط یک کانکشن. ولی اون یک کانکشن تا آخر عمر جیب تو رو پرپولی میکنه. اگه اخلاق کار داشته واقعا همین جوره. این خیلی مهمه. من میگم هنوز اولین کانکشنی که از آمریکا دارم هر هفته به من کار میده. و به نظر من اگه بخوای موفقیت رو آدم خلاصه بکنه دقیقا میشه همین. اینکه تو وقتی که با یکی کار میکنی راضی نگهش داری و هی میاد سمت تو به نظر من موفقیت خیلی بزرگ خودش. خب علیرضا جان علیرضا خوشبیام خب من میدونم که کلی سطح سوادش توی شبیه سازی زیاده و کلی نرم افزارهای خفن بروز دنیا رو هم بلد. آیا الان تو به بچه‌ها پیشنهاد میکنی که برن
یه روزی یه پک بگیرن نگاه بکنن، یه روزی کیو بگیرن نگاه بکنن، یه روزی که چون موزل بزرگه. خب چون الان طرف میاد یه چیز استارت میزنه، هنوز 2 جلسه ازش ندیده، باز شیفت میکنه روی چیز دیگه، بعدش هم میاد ناراحت استوری میذاره، نمیدونم با چند نفر صحبت میکنه که چرا من نمیتونم کار بگیرم و چرا من نمیتونم موفق بشم تو کارم. تو پیشنهادت به عنوان کسی که هم خیلی از نرم افزارا رو بلدی و به قول خودت کلی هزینه کردی رفتی همه اینا رو یاد گرفتی، خب شاید تو استعداد اینو داشتی که همه رو بتونی یاد بگیری و تو زمان بندی مناسب اونا رو یاد گرفتی. الان تو چی پیشنهاد میکنی به بچه‌ها؟ ببین اینو مثلا مخاطبم بچه‌ها، ببینید دوستان عزیزای دلم، کسی که پکیج میفروشه اونم یه کاسبه، نمیشه بگیم مثلا آره فلانه 20 ساله نمیدونم، نه، اون دنبال درآمد خودشه. پک فروشی که باهوشه نیاز رو ایجاد میکنه تو بازار که عرضه کنه. این نیاز میتونه نیاز کاذب باشه، این به معنی بد بودن اون نیست، معنی بیزینسمن بودن اونه، میخواد پول در بیاره. میگم حالا یکیش هست، حالا مثلا مثل خیلی هستن از این مدرسایی که مثلا پولو میگیرن پک نمیدن، حالا میشناسیم هممون. آره اونا رو کاری ندارم، اونا که اصلا کلاهبردارای چیزن که اصلا تحت پیگرد قانونی، اونا رو ولش کن. منظورم اونایی که آقا پکاشون هم اوکیه، که شما میگی نه من مثلا فلانی خب پکش خوبه دیگه، خریدن همه راضی ان دیگه. ببینید اون نیاز ایجاد میکنه که عرضه کنه. آیا من اون نرم افزار نیازم میشه؟ آیا اون دوره نیازم میشه؟ آیا منی که تیردی مکس بلد نیستم مدل سازی، آیا الان مثلا باید یو بپرم رویت یاد بگیرم؟ مثلا رویتو واسه چی باید یاد بگیرم؟ منی که کارم شبیه سازیه، منی که کارم بیم نیست، منی که کارم اصلا ربطی مثلا به منی که یک رندرمن هستم، اصلا واسه چی باید راینو یاد بگیرم؟ واسه چی باید اسکچاپ یاد بگیرم؟ واسه چی باید سابستنس پینتر یاد بگیرم؟ مگه من قراره تولید محصول کنم؟ این چی میگم؟ آقا من به فرض میگم البته تو لولای حرفه من میگم همه اینا رو یاد گرفتم، خب حالا نمیخوام حالا چیز کنم، مثلا من خب لولمو به یه جا رسوندم که مثلا یک سری کارهایی که میگیرم، مثلا کارفرمای من چه میدونم مثلا تو میامی برای من نقشه چیز میفرسته، نقشه بافت گیاهی میفرسته، یعنی میگه داخل این محوطه دقیقاً من همین درختو میخوام، چون نمیخوام قطع کنی. خب برای اون مرحله بله شما باید مدل کردن گیاهو بلد باشی. یا مثلا من چه میدونم مثلا پروژه بهم مثلا چه میدونم تو هم مثلا بیشتر آمریکا بیشتر کار میکنم، مثلا بهم پروژه خورده یه میگه من همین عمارت رو دارم میخوام مثلا فقط مبلمانش رو عوض کنم، ولی این مثلا خیلی واسم مهمه که این مجسمه یا این ساعت دیواری قدیمیه مثلا باشه تو خونه، خب من باید بلد باشم اونو مدل سازی کنم، من باید سابستنس پینتر بلد باشم، ولی این ولی منی که مثلا علیرضا خوشمحمد 5 سال پیش که مثلا کارفرمای ایرانی داره، واقعا نیاز نداره به سابستنس پینتر، واقعا نیاز نداره به اسپید تری، تایش آبجکت ها رو میره از سایت های چه میدونم مثلا تایش مثلا تیردی اسکای مثلا میخرد یا دانلود میکنه، یا حالا سایت های ایرانی یا کانال های ایرانی. هیچ وقت کارفرما ایرانی نقشه اونجوری نمیگه ما دقیقاً اینو میخوام، پس نیازی ندارم، واسه چی باید نرم افزارا رو بخرم؟ ببین میگه خب مثلا ممکنه این فرد بگه که خب همه دارن میخرن، تبلیغات رو میشه نمونه کارهای خوشگلی و فلانه. ببین آیا نیاز داری اونو؟ اگر نیاز نداری نخر، ولی اگر نیاز داری چرا هزینه کنی؟ آیا کمک میکنه؟ ببین شما برای پیشرفت خودت باید هزینه کنی، اصلا کسی نمیتونه که اتمام کنه. میتونی همه اینا رایگان یاد بگیری ولی باید زمان بذاری، ممکنه 3 سال 4 سال زمان بده، میتونی هم هزینه کنی، هیچ با هم چیز نداره، تا تناقضی نداره، ولی سر چیزی که نیاز نداری هزینه نکن. من یه نقل قول بهت عزیز میگم از یکی از همین مدرسا که حالا اسم نمیبرم، مثلا میگفت بیشتر از 50% پکای ما حتی قفلش طرف میخره فعال نمیکنه، یعنی یه موج صرفاً یه موجه که راه میفته، این موج که من میگم بازم میگم هیچ ایرادی نداره، چون من خودم تو پیشرفت خودم خیلی از این پکو کمکم کردم، نمیخوام مثلا نمک بخورم نمکتون بشکنم، خیلی هاشون واقعا مزخرف بودن من عقب انداختن. مثلا یکشو بگم بگو. مثلا من آنریل خب خیلی علاقه داشتم یه تایم، مثلا دوره دارک آفیس رو گرفتم یادم 5 سال پیش بود فکر کنم، منو واقعا عقب انداخت، حقیقت رو میگم.
واقعا عقب انداخت من. آنریل هم میگم بعد دیگه خودم یاد گرفتم، دیدم بعد معروف ترینش اون بود، مجبور شدم خودم یاد بگیرم. ولی خب الان مدت البته فاصله گرفتم، ولی خب مثلا میگه الان مثلا همون نرم افزار آنریل نرم افزار خیلی خوبیه دیگه. بعضی بچه‌ها میگن ما آنریل، یا خیلی به من میگن آنریل یاد بگیریم، ونتیج یاد بگیریم. ببین دوستان، تو بحث فریلنسرینگ، کاری که ما اکثرمون فریلنسر، یه بخشمون خب کارمندیم، شرکت‌های مختلف مثلا کار می‌کنیم، حالا داخل ایران، خارج از کشور، یا اصلا خیلی ممکنه مثلا من بخوام یاد بگیرم که یه پورتفولیو خوب ببندم خارج از کشور، مثلا جاب آفر بگیرم برام استخدام شرکت شم. خب اینم یه هدف خیلی بالاییه، خیلی هدف خوبیه، اکثرمون این هدفو داریم مثلا. خب ممکنه اون شرکت مثلا آنریل آره به درد می‌خوره، ولی تو کار فریلنسرینگ خیلی صادقانه بگم پشت این حرف من نزدیک 10 سال تجربه است. انیمیشن به فریلنسر بچه‌ها، انیمیشن اون خوبی که فکر می‌کنید به فریلنسر نمیدن. انیمیشنی که قرار چند هزار دلار باشه هیچ وقت به فریلنسر نمیدن. عدد وقتی از یه مبلغی بالاتر میره، مثلا میشه نمیدونم 800 دلار 900 دلار، کارفرما اصلا اعتماد نمیکنه. خیلی این حقیقته ها، این حقیقته. مگه اینکه چند سال واقعا رو برندت کار کرده باشی. یا چون مثلا من خودم مثلا چه میدونم کمک کارفرما حساب چندین هزار دلار تا گرفتم، ولی یهو نداده که طی مرور زمان. انیمیشن یهو باید پولو بده. اکثرا انیمیشن رو میرن با سازمان ها، با شرکت ها، با کمپانی ها میبندن. واسه همین نرم افزار انیمیشن سازی اینو من بهتون بگم که بلد بودنش خیلی میتونه کمکتون کنه واسه جاب آفر گرفتن، مثلا واسه استخدام کردن تو شرکت. چون اکثرا شرکتی که بخواد یه نیروی این کار انیمیشن کار میاره. اینو در رابطه با نرم افزاری که گفتی فکر کنم این نکته بدی نبود، حالا به درد بچه‌ها شاید بخوره. خب یه چیز دیگه من به صحبتات اضافه بکنم علیرضا جان، این که ببین به نظر من مشکل اصلی بچه‌های الان اینه که خودشون هم نمیدونن میخوان چی کار بکنن. به قول تو یه موج اون اول میاد میره یه دونه میگیره باز دوره شیفت میکنه روی یکی دیگه. به نظر من اینجا اصلا هیچ مشکلی از طرف اون کسی که پک میفروشه نیست. نه اون کارشو داره میکنه، باهوشه. طرف مشکل از طرف خودمونه، چون نمیدونیم میخوایم چی کار بکنیم. یه روز که یکی میگه آنریل خوبه سری شیفت میکنیم روی آنریل، یه روز یکی میگه کرونا خوبه شیفت میکنیم روی کرونا، بعد نگاه میکنی 20 تا پک داری. خدا شاهد، یعنی یکی رو من میشناسم 20-25 تا پک گرفته، به والله به قول تو قفلش هم باز پکر رو باز نکرده. 200 میلیون تومان هم پول سیستم داده بودا. پول دیگه، پول داره دیگه. گفت یه دونه رو باز نکردم. گفتم خب تو که انجام نمیدادی چرا رفتی بگیری؟ گفت جوگیر شدم رفتم گرفتم. ببین مشکل از خودمونه. پس من یه چیزی برات بگم شاید جالب باشه واسه بچه‌ها. یکی از بچه‌ها بودش، اکثر الان نه مثلا 2-3 سال دیگه نیستش شبیه سازی. بچه‌های 4-5 سال پیش اینو میشناختن. این خیلی علاقه داشت یاد بگیره و همه جا هم دنبال پک حالا مفتی بود بنده خدا، یادم میاد مثلا پک مجانی، پک هدیه فلان، هزینه هم می‌کرد، حالا هزینه هم می‌کرد ولی حالا خداییش آره این بعد هیچ پیشرفتی نمی‌کرد عزیز، هیچ پیشرفتی نمی‌کرد. هی میگم من دیدم بابا خیلی داغونه سطح کارا داخل، ببین پاله هم میگم نه من پولدارشم فلان 20 ساله. بعد حالا چه اسمشو نمیبرم فکر نکنم مثلا علاوه اخلاقی ایرادی داشته باشه تعریف کردنش. گفتم ببین تو خودت علاقه داری؟ گفتم من میگن چون خیلی پول توشه با کلاسه میخوام فلان شه. گفتم چه شغلی مثلا؟ گفتم من راننده کامیون، بابام عموم همه راننده کامیونن. گفتم خب چرا نمی راننده کامیون خودت انجام بدی؟ گفت آخه درآمد. گفتم قطعا درآمد داره، کی میگه نداره؟ من خیلی رفیقام مثلا راننده کامیونن درآمدشون ان شاءالله خیلی خوبه. این اون روز بیخیال بالاخره بعد 3-4 سال بیخیال شبیه سازی شد، رفت رانندگی کامیون. اصلا دیگه ندیدمش انقدر دیگه فکر کنم پولدار شده. 3-4 سال الکی آقا تو اصلا به خاطر موجه، به خاطر این موجه. به این تو باید ببینی استعدادت چیه، به چی علاقه داری، واقعا اصلا استعداد داری تو این زمینه، وقتی تو بیخودی نذاری سر این کار. من خیلی از بچه‌ها رو کاراشون رو میبینم سعی میکنم مثلا حالا میگم حالا تا اونجا که درد توانم باشه، حالا قدیم بستگی به تایمم داره، ولی خب سعی میکنم بچه‌ها رو خیلی مشاوره بدم بهشون تو اینستاگرام. مثلا طرف آقا میگه مثلا 1 سال دارم بهش این نکته میگم فلان هیچ پیشرفتی نکرده. خب این استعداد نداره. و ازش میپرسیم میگه مثلا من راستش بخوای علاقه دارم مثلا به ورزش مثلا. خب با چه خودت خب پس الف که چه نه هزینه میکنی. اصلا دلیل نیست که شما مثلا یه چیزی مثلا باید اینو انجام بدم. اصلا جوگیر نشید بچه‌ها. این موجایی که راه میفته تو دوره ها مثلا میگم چه میدونم مثلا یکی رندر خوب میذاره، یه انیمیشن خوب میذاره، مثلا از شهبخش مثلا یه رندر خفن با
بچه‌ها فیت میزنه و عجب نوری، عجب مثلا فلانی، عجب هورمونی رنگی. عزیز با چی کار می‌کنی مثلا رنده کرونا؟ خب من یه عمر دارم بیرای کار می‌کنم مثلا، واسه منم برم کرونا مثلا، چون عزیز رنده خوبه گرفته منم برم کرونا همین صحنه رو بزنم. این جوگیر نباید بشیم، خیلی مهمه. یا مثلا چه می‌دونم یکی انیمیشن خوب می‌زنه من برم اینو یاد بگیرم مثلا. جوگیر نشید، با زندگی، واقعیت زندگی بچه‌ها برید جلو، این خیلی مهمه. خب علیرضا جان دیگه کم کم سوالامون داره به آخرش میرسه که زیادم وقتتون نگیرم، میدونم کلی هم سرت شلوغه و برای من تایم خالی کردی. اینو بهم بگو علیرضا، از نظر تو آدم موفق چه کسیه؟ خیلی سخته. آدم موفق آدمی که بر اساس توانایی‌هاش بهترین عملکرد رو داشته باشه و اطرافیانش به مثبتی ازش یاد کنن. فکر کنم تعریف موفقیت این باشه. خیلی هم عالی. علیرضا خوش‌پیام از جایگاهی که الان داره راضیه؟ آره خدا رو شکر، ولی خب قانع بش نیستم. خوبه این که میگی قانع نیستم، خوبه، این خودش بازی کمکی میکنه که هر روز خودت رو ارتقا بدی و اون چیزی که هست شاید بیشتر نزدیکت بکنه. خب علیرضا جان، چه توصیه‌ای برای بچه‌هایی که تازه میخوان این مسیر رو استارت بزنن داری و اینکه چی کار بکنن به نظر تو که این مسیری که حالا تو میگی 10 سال براش زحمت کشیدی خیلی و کلی این ورون ورز رفتی تا مسیر تو پیدا بکنی و اومدی سمتش، چی کار بکنه طرف که مسیرش رو راحت تر پیدا بکنه؟ چه توصیه‌ای داری که اونم مخصوص به رشته خودمون شبیه سازی، چه توصیه‌ای داری برای بچه‌ها؟ ببین باید بجنگن، تنبل بازی در نیارن. من خیلی یار دیدم که توی کار خیلی تنبلن، زورشون کردن، مثلا آقا یاد میگیری وای مثلا که چی تهش که چی مثلا اینو چیکار کنم فر. ببین تنبلی و انگیزه ندارم اینا رو ولش کن، برو دنبال علاقت. این حقیقته. خود من با زور منو فرستادن رشته عمران دیگه، خب علاقه نداشتم، تهش هم اومدم همون سمت کامپیوتر که علاقه‌ام بود. اگر علاقه نداری چیز خودت تعلف نکن، برو سمت علاقه. حالا علاقه دارم اومدم میخوام من وارد رشته شبیه سازی بشم، مثلا من آقای XX هستم یا خانم XX میخوام وارد شبیه سازی شم، خیلی هم علاقه دارم، میخوام استارت بزنم. ببینید اگر میخواید توی این زمینه موفق باشید، ببین ما داریم کار میکنیم که کسب درآمد کنیم، بخش قابل توجهش همین. باید یاد بگیرین که بیزنسمن هم باشین علاوه بر اینکه یک متخصص هستین. این خیلی مهمه، من همیشه بچه‌ها میگم این دوتا رو با هم ببرید جلو. این که من رندرهای خیلی خوب میگیرم ولی در خفای، خب 1000 سال دیگه برات مشتری نمیاره. شما باید دیده بشی، باید تو شبکه‌های اجتماعی سوشال میدیا خیلی چیز خوبیه. ما 10 سال پیش به این قدرت نبودش عزیز که این الان خیلی کمکت میکنه دیده شی، کارهای خوب بزنی. من این کار زدن خیلی مهمه، کاری که دیده بشی. من اکثر کار بلا استثنا، نه اکثر کارفرمای خارجی که مثلا باشون آشنا شدم سر یه کار دلی خارجی، یه کار دلی خوب بوده که زدم این خوشش اومده اینو برداشته. من یادم مثلا یه کار خیلی شلوغ زده بودم، فکر کنم کار مسجد سلطان قابوس بود، همچین چیزی بود، ازم یه کارفرما عمانی واسم بود، همون کاره بود. توی انجمنی توی سایت ایرانی گذاشتم، یارو اومد گفتش که مثلا بابا چقدر الافی تو مثلا نشستی همه اینا رو مدل سازی کردی فلان. خب من اگه نظرم نه کجا میخواد کارفرما رو پیدا کنه؟ این خیلی بهش گفتم تو هم باید انجام بدی. الافی چی گفت؟ منم بلدم. گفت اینجا گفت منم بلدم. خب بعد بزنی نمونه کار عزیز من که طرف بفهمه تو بلدی، تو ذهن تو که نیست بدون بلدی یا نه. نمونه کاری خوب بزنید، خودتون رو به چالش بکشونید، خیلی مهمه، به چالش بکشونید. طرف یه صحنه مثلا از پینترست برمی‌داره، 2-3 تا ترای میکنه، میگه نه نورش در میگه ولش کن، بعد نمیخواد یه صحنه جدید استارت بزنم. اینجا باخته، همین لحظه باخت. چون پس فردا کارفرما میگه من فردا رندر رو میخوام، بهت صحنه رو میده، بعد میبینی اون نوره رو نمیتونی در بیاری، ایجاد بیداد، اون متریال در نمیاد، صحنه‌ام چقدر نقاشی وار شد، چقدر مزخرف شد، و کارفرما اون لحظه چی میشه؟ خدا نگهدار. چون رقابت الان خیلی سنگینه. فقط هم فکر نکنید بچه‌ها کارفرمای خارجی فقط ما با ایرانی‌ها کار میکنن، کل دنیا هستن.
برزیلیا، پرتغالیا، مصریا، هندیا، پاکستانیا، چین، تایوان، اوکراین، من از همه اینا من رفیقای شبیه ساز دارم حرفه‌ای. شما تو بعد بین المللی میری خیلی رفیق، فکر نکن مثلا خب من مثلا میخوام کار بزنم، کارم مثلا این رندرم از علیرضا خوشبختی بهتره، برم همه کار خارجی بزنم زیر گوششون. بابا رقیبت من نیستم، رقیبت یه دنیاست. همه اینا با اینا رقابت کنی، واسه این بعد خیلی خودت به چالش بکشونی، خیلی بعد هر روز دنبال رفتار تو بحث حالا شبیه سازی رندرینگ بیشتر دارم، میگم بحث مدل سازی نه، بحث مدل سازی هم فرق نداره. دنیای واقعی شما مثلا اگر میخوای یه مدل ساز کابینت هستی، برو 4 تا کابینت از نزدیک ببین، برو ببین این چرا وقتی مثلا از دور میبینی درزش انقدر قشنگ معلوم است، معلوم نیست چون فاصله بینش داره، برو ببین چند میلیمتره که تو مدل سازی بر اساس واقعیت باشه. یه مشکل اساسی که بچه‌ها دارن داخل کارشون مدل سازیشون عبادشون بر اساس واقعیت ندیدن، دیدگاهی ندارن. طرف مثلا یه ویلا مدل کرده، پله نور مخفیش گوشون چقدر مزخرف شده، میگه چیکار کنم همینه دیگه، چه اصلا دیدگاهی نداره، تا حالا ندیده. خب منم ندیدم، منم نمیگم که همه میلیاردرم که 3 تا ویلا دارم فلان، ولی میرم سعی میکنم مثلا سعی میکنم 4 تا عکس نزدیک ببینم، یا مثلا یه جایی برم نزدیک ببینم، یه دیدگاهی پیدا کنم. چون اکثر این کارهایی که اون میذارن خب واسه لاکچریه دیگه، واسه طرف مثلا خدا میلیارد پولش داده. خب ماها که مثلا قشر حالا شاید مثلا تو بس شبیه سازی بچه‌ها مثلا خیلی پولدار باشن، ولی خب حالا در اون حد پولدار نیستیم که مثلا همچین امکاناتی داشته باشیم. بعد بریم ببینیم که دیدمون باز شه. مثلا این خیلی مهمه تو بحث کارا، کیفیت کار بچه‌ها بره بالا. تو بحث رندرینگ هم رفتار نور و متریال رو بخونن، علم فیزیک رو بخونن، خیلی مهمه ها، رنگ شناسی رو بخونن، درباره دوربین عکاسی برن بخونن. فقط بحث این نیست که بچه‌ها مثلا میپرسن، میگه من تو یوتیوب زدم مثلا 3D مدلینگ مثلا رندر کرونا، برو درباره دوربین عکاسی بخون که دقیقاً چه اتفاقی میفته که این فرآیند اتفاق میفته، این لنزها چیه، تعریفشون چرا اینجوری استفاده میکنن. اگر علمتون رو ببرین بالا و خودتون رو به چالش بکشونید و از همه مهمتر وقت بذارید، زمان بذارید، هیچ موفقیتی یه شب اتفاق نمیفته. طرف دزدم باشه بعد یه 6 ماه آشخوری بکشه میشه دزدایی مثلا گنده اصلا غیر ممکنه موفقیت. شما کدام شغل مثلا دیدی که یه شب شما رو به پول برسونه؟ هیچ شغلی نداریم همچین چیزی. حالا بس این چیزام گفتم دزدی و دنبال راه پدر سوخته بازی هم بچه‌ها نباشید. البته مطمئنا کسی که داره در این کانال قدرتمند یوتیوب آقای عزیز شهبر این ویدیو رو میبینه قطعا دنبال این کارا نیست، ولی نباشید دنبال این کارا نباشید. رندر دزدی کنم فلان کنم، رندر یکی دیگر رو بدم بعد کارو بگیرم بدم فلانی، این کارا اصلا آخر عاقبت. اگه میخوای موفق باشی راه سالم و برو، راه سالم زمان میبره، ولی به شما تضمین میدم که اگر زمان بذارید، کم نیارید و بجنگید تو راه درست، موفقیت شما تضمین شده است. به خیلی هم ممنونم ازت بابت تایمی که گذاشتی علیرضا جان، خیلی زحمت کشیدی و خیلی صحبت‌های قشنگی کردی. یعنی من خودم یه سری چیزا رو نمیدونستم که صحبت کردی و متوجه شدم که کلی به دردم میخوره. علیرضا جان دست درد نکنه، سوالامون هم تموم شد، دیدی سخت نبود همه چیز آسون بود و گذشت دیگه. همین دیگه، خیلی لطف کردی واقعا که این تایم گذاشتی. ان شاءالله که بچه‌ها ببینن این ویدیو رو، گوش بکنن و انجام بدن و کلی به دردشون بخوره. صحبت پایانی اگه داری علیرضا جان انجام بده، اگه نداری که خداحافظی بکنیم با بچه‌ها. همدیگه رو دوست داشته باشیم بچه‌ها. تو با دنیای شبیه سازی واقعا اینو خیلی دوست داشتم بگم، یه جا خواهم استوری کنم، حالا گفتی سخنه، به هم حسادت نکنیم. اگر من چند ساله توی این بازار هستم و خب مثلا عزیز الان مثلا من 30 سال تو شبیه سازی هم، عزیز 10 سال تو شبیه سازی از من موفق تره، زیرابشو نزنیم، اذیتش نکنیم. شاید اون مسیر درست رفته، شاید اون بیشتر ما که خبر نداریم تو زندگیشو، ما که نمیدونیم عزیز مثلا چه شبایی تا صبح بیدار مونده کار کرده، ما که نمیدونیم عزیز از چه تفریح از چه خوشیاش زده. ما فقط شاید نهایت اینستاگرام استوریاشو ببینیم که مثلا این فلانی که همش داره حال میکنه، داره تفریح میکنه، اون شما یک سکانس از زندگیشو میبینید. شاید اون خیلی داره سختی میکشه با موفقیت رسیده. حسادت نکنیم، زیرا به همدیگه رو نزنیم، واسه همدیگه دوست داشته باشیم. اگر این موفق میشه، اگر یک ایرانی به یه جایگاهی داخل هر بحثی تو شبیه سازی میرسه، مطمئن باش این موفقیت اون موفقیت ماست، چون کارفرما دیدشون نسبت به شبیه ساز ایرانی مثبت میشه.
و ممکنه به کارفرمای دیگه‌اش بگه و کار بعد وقتی میرن سراغ مثلا عزیز میگن عزیز تو که کارت خوبه، کار میگه من وقتم پره، میره سراغ یه فریلنسر ایرانی دیگه اون کارفرما، چون میگه من با ایرانی‌ها کار کردم با اخلاقم خوبن. اینو به این زاویه نگاه کنیم، نه که حسادت کنیم، نه که بریم زیرابشو بزنیم، نه که مثلا پشتش بد بگیم، هم یه دوست داشته باشیم. ببین کل دنیا کار هست، بنزه هممون کار هست. یعنی واقعا ارزش نداره به خاطر این بحثه که فلانی کار داره، فلانی 20 سالی اینجوریه، فلان این چرا کارش خوبه، اون چرا کارش بده، اون سبک کارش من نمیپسندم پس برم فلان زیرابشو بزنم، برم بعدشو بگم هر جا میشم. با هم یه دوست داشته باشیم. دنیا واقعا ارزش نداره. اصلا گور بابای همه این چیزا. من خیلی به رفاقت خیلی کلمه مقدسیه واسم. خیلی رفاقت کلمه مقدسیه. با هم رفیق باشیم، با هم دوست باشیم. دست در نکن علیرضا جان، خیلی ممنونم ازت و اینکه بچه‌ها امیدوارم که ویدیو رو ببینید و لذت ببرید که قطعا همینطوره و اینکه اگه واقعا دوست دارید قسمت‌های دیگر هم رکورد بکنید و براتون بذاریم حتما حمایت بکنید و دیگه چیز دیگه ندارم دیگه. ببینید لذت ببرید و استفاده بکنید، چون این ویدیوهایی که داریم میذاریم، این پادکستی که الان من در به در دنبالشم دارم درست میکنم، ببین اطلاعات تمام آدمهای موفقی که من دیدم توی این زمینه دارم اطلاعات تک تکشون رو جمع میکنم تا ببینن بقیه رایگان، اصلا نه پولی میخواد بدن نه چیزی، ببینن و استفاده بکنن و امیدوارم که کلی به دردشون بخوره و همین دیگه. دمت هم گرم علیرضا جان، خیلی زحمت کشیدی واقعا، خیلی خوش گذشت. ممنونم ازت، فدات بشم. خب بچه‌ها تا قسمت بعدی که انشالله رکورد بکنیم و بیام خدمت شما دیگه، کاری دیگه باهاتون ندارم. لایک بکنید، سابسکرایب بکنید، کامنت بذارید، خیلی مخلصیم. فعلا با اجازه، خدا نگهدارتون.